سلام. تو این جلسه میخوایم در مورد مزایای روش لاغری هاربیت نسبت به تزریق بوتاکس معده باتون صحبت کنم. ببینید توی روش هاربیت چون از دو تا مکانیزم استفاده میشه، هم مکانیزم کاهش اشتها هم مکانیزم کاهش حجم، نسبت به بوتاکس معده که فقط از یک مکانیزم استفاده میشه، یعنی فقط تزریق و جمع شدن عضلات معده و کاهش حجم، یه سری مزایایی وجود داره. یکی این افزایش وزن در روش هاربیت بیشتر از روش بوتاکس معده است، یعنی تا 20% کاهش وزن بیشتر. یعنی تو بوتاکس معده انتظار داریم که 10 تا نهایت 15 کیلو بیمار کم کنه، تو این روش تا 18 کیلو بیمار میتونه وزن کم کنه. درصد موفقیت تو این روش هم بیشتره، یعنی توی بوتاکس معده 80% بیماران به طور معمول جواب میدادن، 20% ممکن بود اصلا جواب نگیرن، ولی توی این روش تا 90% یعنی 10% بیشتر احتمال موفقیت روش هست، چون از دو تا شیوه استفاده میشه و بیمار با هر دو روش به کاهش وزن دست پیدا میکنه. مزیت دیگه نسبت به بوتاکس معده تو روش هاربیت توی بیمارانی که قبلا اسلیف کردن. بیمارانی که قبلا اسلیف کرده بودن چون بخش اعظم عضلات معده که توی بادی معده و فندوس هست و توی اسلیف برمی داشتن، عضلات کمتر وجود داشتن، پس تاثیر بوتاکس معده کمتر میشد توی اینا. اون 90% افراد هاربیت بیماران که قبلا اسلیف شدن وزن کم میکنن، در حالی که در افرادی که اسلیف کرده بودن بوتاکس میکردیم تا 50% ممکنه بیشتر جواب ندن. مزیت دیگه عوارض کمتره. چرا؟ چون تو روش هاربیت دوز کمتری از داروی دیسپورت نسبت به روش بوتاکس معده استفاده میشه. تو روش بوتاکس معده چون کل معده باید نقاطش تحت تزریق بوتاکس قرار میگیره، دوز بالایی به بیمار داده میشد و 3 تا 5% جذب سیستمیک داشت. بیمار ممکن بود تنگی نفس داشته باشه، تهوع داشته باشه، یه ضعف خفیف داشته باشه. توی چند هفته اول که تو روش هاربیت به خاطر کاهش دوز دارو این عوارض کمتر میشه. خود روش هاربیت عارضه خاصی نداره، یه درد خفیف ممکنه تو معده حس کنن تو 1 ساعت اول که معمولا بعد از 1 ساعت از بین میره. درد خیلی غیر قابل توجهی هم ممکنه تا هفته اول داشته باشن که معمولا با داروهایی که به بیماران میدیم اینا کنترل میشه. تو جلسات بعدی در مورد مقایسه روش هاربیت با روش‌های دیگه غیر جراحی و اندوسکوپیک و روش‌های جراحی با هم صحبت میکنیم. سوالاتون هم میتونید تو دایرکت یا کامنت بپرسید. ان شاءالله که همیشه شاد و سلامت باشید.